با این سوالهای من روشنی هستند. ترجمه کلمه طیبه رو به ما میگفتید. کلمه طیبه البته که این معناش ایره باید همه بداند، نه تنها مثلا که این سوال دیانده بلکه هم از این آگاه باشد. معناش لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله نیست اله غیر الله تعالی. لا اله الا الله نیست معبود غیر از الله تعالی. غیر از پروردگار یگان معبود دیگری نیست، یگان خدای دیگری نیست. مثلا این بت پرست بعد از خودش هم میترشه صورتی مثلا میمون فیله سنگ یا چیز پرستیش میگه بت پرست هستید یا بهشی هم میکنه خودش میتراشه میمونش با خودش خدا گفته در پیش سجده کردن میره دعا کردن بت پرستی. یا بغیر این مثلا مشرک ها افتو پرستا هستن، ستاره پرستا هستن. این چیزها چی هستن که یگان تایید اله نیست، خدا نیست، از دست رو هیچ چیزی نمی آید. یا مجوسی ها آتش پرستا نعوذ بالله آتش خدا میگن مجوسی ها. اویستا پرستا امروزه میخوانه میره باز زیادترش کنن اویستا را دین مجوسیت. اما شما آگاه باشین که حرامترین گنده‌ترین دین در روی دنیا همین مجوسیت است که نعوذ بالله مرد دختری خودش نکاح کرده میگیره بعد دختری خودش میرسن. این در همین دین مجوسیت اویستا است. یا بعضی بیچاره رو میبینی از اویستا باید پند نصیحت میگه. آیا در قرآن پند نصیحت نیست؟ آیا در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که 14 عصر این جانب تمام جهان اسلام استفاده میکنند در او یگان پند نصیحت نیست؟ این رودکی و فردوسی و جامی و بیدل و مولانای روم و سعدی و حافظ و این غوث الاعظم و شاه نقشبند اینها یگان پند نصیحت نگفتن که از کتاب مجوسی و اویستا پند نصیحت میگه بعضی بیچاره گمراه؟ بسیار بسیار همین جای تأسف است که وقتی که میشنوی از اویستا میگه انسان مسلمان باید که خون رگ پیوندش در حرکت بیاد که این اسلام مسلمان‌ها یگان پند نصیحت ندارن که این از اویستا پند میاره. اینها همه باطل هستند. نیست خدای مگر یک خدا. لا اله الا الله محمد رسول الله معناش محمد صلی الله علیه وسلم بنده خداست، فرستاده خداست. مخصوص عبده و رسوله بنده خدا و فرستاده خداست. به همین خاطر است که رسول اکرم بنده خدا هست. اگر همین بنده عبدش که نمیشد در مثل عیسوی و نعوذ بالله که حضرت عیسی را دیگر تا جای آوردن که به همین خاطر مشرک شدن میگن که تا جای آمد که بعدش خدا میگه، بعدش بچه خدا میگه، بعدش با مادری و زنی خدا میگه. همین تا عقیده های باطلی پلید بسیار هستند. وقتی که مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله گفت همه اینها را برطرف میکنه. یعنی هر کسی که به زبانش ایره میرانه با دلش تصدیق داره اون مسلمانی کاملی حقیقی است. او را کافر گفتند هیچ کس حق نداره. معنای کلمه طیبه همین است.